تو از اون آدمایی بودی که به ایکس پون شک داشته باشی بگی نه بابا نمیشه؟ 50-50 بودم. بیشتر مشکل با خودم مثلا داشتم، گفتم اگه نشه مشکل منم. محمد تو $100 رو کردی $728. بله استاد. تو چند روز؟ فکر کنم استاد تو 7 روز. تجربه جالبی بود. آره. خیلی خفن فکر میکردی بشه اینجوری استاد، پول در اصلا آورد؟ تا وقتی نداری اصلا هیچه استاد. من خیلی پستای شما رو نگاه کردم و اینکه اولش نه، ولی مثلا یه ذره که اومدم جلوتر دیدم آره میشه. برای واسه من خیلی مبتدی‌ام، بخوای حساب کنی من از نظر اینکه بخوام حرفه‌ای باشم یا اینکه پارکس بلد باشم هیچم. همین الانم فقط با همون پله‌هایی که ورود میشه کارو در میاد. یعنی هر چی که بوده با ایکس پون یاد گرفتی ها؟ دقیقاً هیچ پیش زمینه ندارم. تو اثبات مثلا بیت کوین و اینا خرید میکردم، ولی اینکه بخوام فارکس کار کنم یا فیوچرز بزنم نه. یه ذره ورود کردم دیدم من کار من نیست، وقت خیلی زیادی میخواستش، چون منم شاغلم، یعنی مغازه داریم صبح تا شب مغازه ایم، جواب نمیداد. ولی ایکس مون نه، خیلی راحته، زود جمع میشه. تو از اون آدمایی بودی که به ایکس پون شک داشته باشی بگی نه بابا نمیشه؟ 50-50 بودم. بیشتر مشکل با خودم مثلا داشتم، گفتم اگه نشه مشکل منم، چون این همه آدم وقتی تونستن پس میشه گفتش میتونه یه شخص مشکل پیدا کنه باهاش. اگه آره مثلا خیلی معدود آدم بودن یه طور دیگه ای میشد، ولی اینکه خیلی شیک و تمیز با اینکه مثلا تجربه خیلی بالاتری از من داشتن وقتی تونسته بودم، ولی من اینکه انقدر مبتدی بودم تونستم، خیلی های دیگه هم میتونن انجامش بدن. کار کردن با ایکس پون سخته؟ اصلا کسی که در حد همین که مثلا بتونه مبتدی هم باشه، یعنی خیلی راحت میتونه باش کار کنه، خیلی پیچیده یا اینکه ابزار خیلی سخت نیستش. فقط نباید عجول باشه که بخواد زود ورود کنه، یه ذره صبوری فقط توش میخواد، فقط صبر میخواد و طمع رو بذاریش کنار که نخوای آفرین. غیر اون کاری رو انجام بدی. محمد آینده چه شکلیه با ایکس پون؟ خیلی جذاب در میاد، چون من یه جورایی چون ساعت کاری من بالا بود، ولی با ایکسمو خیلی راحت اگه یعنی اون ثبات اینترنت پیدا شه از کار کردن، مثلا من شاغل با 2 ساعت جواب اون کار منو میده این با اگه زحمت خیلی کمتر. فقط اینکه میگم دیگه عجول نباید توش باشی. 2 ساعت با ایکس پون وقت بذاری، کاری که داری 7 8 ساعت در روز انجام میدی رو جواب میده ها؟ درصد در میاد استاد. اگه فقط این میگم که اینکه نباید عجول باشی. و اگه اینترنت باشه نه؟ آره واقعا اینترنت خیلی داره اذیت میکنه. محمد کلام آخرت. کلام آخر که استاد واقعا شما یه صحبتی کردید که سود مثل یه بستنی میمونه اگه نخوری آب میشه. دقیقاً باید من بهش رسیدم و اینکه حتما سودا رو استفاده کنن و اینکه طمع اینکه زود ورود کنن و اینا رو حتما جلوشو بگیرن و اینکه پیشنهاد میکنم خیلی ارزش داره. یعنی میشه گفتش 99% کسایی که مبتدی کار داشته باشن یکم علاقه هم میخواد که داشته باشن، حتما جواب میگیرن. از خیلی کارها راحت تره، از خیلی ساعتها کار کردن و وقت گذاشتن واسه خیلی کارها راحت تره. فقط اینکه میگم جلوی طمعشون رو بگیرن. همین. متشکرم، مواظب خودت باش محمد.